سلام و احترام رفقای عزیز، همراهان راز باستان. بنده آریا هستم. در این کلیپ میخوام در مورد سفالهای اطلاعاتی بهتون بدم که در کاوش هاتون وقتی خب به سفال برخورد کردید یه اطلاعات خلاصه و مفید رو نسبت بهش داشته باشید. دوستان اگر شما هم جزو کسانی هستید که حداقل یکی دو بار حفاری یا کاوش رو تجربه کرده باشید، خب مطمئناً به کوزه برخورد کردید، کوزه های خالی، شکسته، ظروف سفالی و تکه های مختلف سفال برخورد کردید و شده خب خیلی هاتون تکه هایی رو ازش برداشتید، به این و اون نشون دادید آقا من فلان سفال پیدا کردم، مربوط به چه دوره‌ای میشه، یا فلان کوزه رو پیدا کردم، اصلا میتونه نشان بار باشه، دفینه بهمون بده، مسیر بهمون بده یا نه. اولا اینو بدونید که دوستان رایج ترین صنعت دنیای باستان سفال بوده دوستان. چرا؟ چون که احتیاجی به چیزای عجیب غریب نبوده دیگه. 3 عنصر اصلیش که خاک، آب و آتش هست معمولا خب در همه جا پیدا می شده و به همین خاطر رایج ترین صنعت دنیای باستان بوده. و در ایران دوستان بحث سفال و سفالگری یه قدمتی حدود 8000 سال داره و اون اوایلی که حالا تازه بحث سفال پیش اومده بود با دست ساخته میشد و چرخ سفال مثل امروز نبوده و به مرور زمان پیشرفته تر و تکمیل تر شده. چرخهای سفالگری اولیه قدمتی از حدود 4000 سال پیش از میلاد تا 3000 پیش از میلاد هم گفته شده که چرخهای ابتدایی سفالگری وارد صنعت سفال شده و بعدش تا 2-3 هزار سالی طول کشیده تا چرخهای سفالگری پیشرفته وارد صنعت سفالگری بشه. به عنوان مثال در ایران کاوش‌های باستانشناسی که در تپه‌های سیلک کاشان انجام شده بود نشون داد که در این مکان از حدود 6000 سال پیش چرخهای اولیه سفالگری رو اینجا ساختند. اولین گرد همایی انسان ها در یک جانشینی اینجا اتفاق افتاد. سفالگری از اینجا شروع میشه و پایه تمدن و مدنیت جهانه. بعد از این اطلاعاتی که تقریبا به طور خلاصه خدمتتون عرض کردم در مورد تاریخچه سفال و سفالگری، چند تا نکته رو برای کاوشگران گنج و دفینه به عنوان نکات مهم و کوتاهی که توی ذهنتون بمونه و در کاوشاتون براتون مفید باشه ازش استفاده بکنید عرض میکنم. و این رو تاکید میکنم دوستان، مواردی که الان دارم بهتون میگم در مورد تشخیص قدمت‌های سفال مواردی هستش که سندیت کامل داره اما قطعیت کامل نداره. یعنی چی؟ یعنی اینکه طبق اسناد به دست اومده از باستان مواردی که عرض میکنم کاملا اثبات شده هستش، اما یه سری از این سفالها و ساختار در تمدن‌های مختلف هم مشترک وجود داشته و به همین خاطر چیزی که دارم بهتون میگم رو به عنوان یک تشخیص قدمت نسبتاً درست در نظر داشته باشید. دوستان اگر سفالهایی پیدا کردید که یک دست نبودن و متقارن نبودن، دوستان اون سفالها برمیگرده به دورانی که هنوز چرخ سفالگری یا اختراع نشده بوده یا هنوز به دوران اوج استفاده خودش نرسیده بوده. اما در مقابل دوستان اگر در حفاری به سفالهایی برخورد کردید که اون خطوط دورانی و منظم رو روی سفال داشتید، خب یعنی سفال با چرخ سفالگری درست شده و فاصله بین اون خطوط هر چقدر بیشتر باشه یعنی که اون چرخ سفالگری با سرعت کمتری میچرخیده و مسلما چرخ سفالگری قدیمی تری بوده و خب قدمت سفال هم بالاتره و هر چقدر فاصله بین این خطوط کمتر باشه یعنی این سفال با چرخ سفالگری پیشرفته تولید شده که سرعت بالایی داشته و مسلما خب قدمت کمتری هم داره.
دوستان در ایران هم از اون زمانی که سفال‌ها با چرخ سفال پیشرفته تری تولید میشد عموماً به رنگ‌های سیاه، خاکستری، قرمز یا نخودی بودند، ولی یادتون باشه اگر بخوایم دسته‌بندی کنیم معمولاً سفال‌هایی که به رنگ تیره یا خاکستری بودن مناطق شمال کشور تولید می‌شدند و سفال‌هایی که به رنگ نخودی بودند حدود مناطق غرب کشور تولید می‌شدند. دوستان اگر در حفاریتون به سفال‌هایی برخورد کردین که به شکل حیوان‌های مختلف و یا انسان‌ها ساخته می‌شده، دوره تمدنی این نوع سفال‌ها از حدود دوره تمدنی ایلام بوده تا ما هخامنشیان، سلوکیان و حتی اوایل اشکانی هم از این نوع سفال‌ها تولید می‌شده دوستان و خیلی از این نوع سفال‌ها به قصد استفاده در مراسمات آیینی و مذهبی تولید و استفاده می‌شده. و اگر بخوایم در ایران مناطقی رو مثال بزنیم که این نوع سفال‌ها در اونجاها زیاد پیدا شده، مناطق مثل گیلان رو میتونیم مثال بزنیم، آذربایجان و یا کرمان رو میتونیم مثال بزنیم که این دست سفال‌ها در اون مناطق خب بسیار کشف شده. دوستان سفال‌های دوره هخامنشی در بعضی از مناطق کشور خب به صورت خام بوده و شما در حفاری‌هاتون یه سری از موارد دیگر رو هم باید در نظر بگیرید دیگه. منطقه‌ای که درش کاوش می‌کنید بیشتر سمت چه تمدنی بوده، علائم و آثار روی زمین در محیط شما بیشتر به سمت چه تمدنی. خب اینا کمک می‌کنه که وقتی شما مثلا میگم سفال خام دارای نقش و نگار برمیخورید، خب میگه آقا این به احتمال زیاد مربوط به دوران هخامنشیان هست، با اینکه خب میتونیم به دوران دیگر هم نسبت بدیم، اما خب کمک میگیریم از موارد دیگه که قدمت تقریبی اون سفال رو بتونیم به دست بیاریم. ممکنه در طول حفاریتون و کاوشتون به سفال‌هایی برخورده باشید که سفال‌های لعابدار هستن دوستان. این نوع سفال‌ها از زمان هخامنشیان به بعد بوده که تقریباً شروع به تولید شده و در اون زمان هخامنشیان و تا اشکانیان اینا لعاب‌ها ساده بوده، ولی اگر به سفال‌هایی برخوردی که به رنگ‌های سبز فیروزه‌ای، آبی فیروزه‌ای و حتی به رنگ زرد بوده، این نوع سفال‌ها دوستان مخصوص دوره ساسانیان هستش. و بعد از اون که به دوره اسلامی میرسیم دوستان، چون صنعت سفالگری خب مدام در حال پیشرفت هست، در کنار این که ظرافت کاری بیشتری رو خواهیم داشت، نقش و نگارهای رنگی هم روی سفالها زده می شده و شما وقتی به این نوع سفالها برمیخورید، سفالهایی هستن که خب برمیگردن به دوره اسلامی. دوستان مواردی که بهتون عرض کردم راههای تشخیص قدمت حدودی سفال با استفاده از هنری هستش که توی اون به کار رفته، ولی راههای دیگه هم برای تشخیص قدمت هستش. راههایی مثل تست کربن که خب احتیاج به وجود یک آزمایشگاه داره که حالا راه معقولی برای کسانی که دنبال گنج و گنجابی هستن نیست. و یک راه دیگه هم اینه که شما وقتی در یک جایی رو حفاری کردید، سفالهایی رو پیدا کردید، اگر اشیاء دیگری رو در اونجا پیدا کردید که خب دارای خط یا نوشته هستش، خب اون خودش بیانگر قدمت این اجناس هستش و چون خب سفال هم چون کنار اون اجناس بوده قدمتش مشخص خواهد شد. خب دوستان یک نمونه کلیپ رو از فضای مجازی میبینیم با هم و چند نوع از سفال هایی که مربوط به دوران مختلف تاریخی هستش رو با هم میبینیم. سفال به تعداد زیاد با رنگ های مختلف، مثلا این کار رو ببینید، سفید با نقش و نگار، یا این کار سفال رنگی فیروزه‌ای، سبز فیروزه‌ای، یا این کار با نقش و نگار سفال پخته. میبینید این جور مکان‌ها جاهایی بوده که در تمدن‌های مختلف مورد استفاده بوده. یعنی دوره ساسانی که میشه این سفال، دوره اسلامی با نقش و نگار میشه این سفال، و دوره هخامنشی و اشکانی که سفال‌های حتی سفال‌های خام و پخته نشده بدون رنگ. این منطقه ما در دوره‌های مختلف مورد استفاده بوده
خب همونطور که ملاحظه کردید دوستان، شما هم در مناطق خودتون در کاوش‌ها به همچین مناطقی برمیخورید و باید یاد بگیرید که نسبت به نوع سفال‌هایی که در منطقه پیدا می‌کنید بتونید یه سری نظریه رو راجع به اون منطقه ارائه بدید. مثل همین کلیپ که خب وجود سفال‌های مختلف در منطقه گویای این بود که اون منطقه به دلیل وجود فاکتورهای مناسب برای زندگی در دوران مختلف تاریخی اونجا تمدن وجود داشته و خود همین نظریه میتونه به کاوش شما در گنجیابی و دفینه‌یابی کمک زیادی بکنه. ممنون از همراهیتون با این کلیپ آموزشی. بنده آریا هستم. دوستان پیج راز باستان، چنل های راز باستان رو در فضاهای مختلف مجازی دنبال کنید، حمایت بکنید دوستان. لایک و کامنت یادتون نره، تمامی کامنت ها رو میخونم و از نظرات، پیشنهادات و حتی انتقادات شما اگر به جا باشه دوستان استفاده خواهیم کرد. به امید موفقیت تک تک شماها تا کلیپ های بعدی. خدا نگهدار.